به نام خدا. عزیزان سلام. تو این قسمت میخوایم یه مثال حل بکنیم که توی این مثال قضیه گرین رو روی نواحی غیر ساده استفادهش رو ببینیم. تا الان اکثر مثالهایی که حل کردیم نواحی ساده بودن و میخوایم ببینیم اگه ناحیه ساده نباشه، مثلا حفره‌دار باشه، چطوری از قضیه گرین استفاده میشه. سوال گفته که درستی قضیه گرین را برای میدان برداری F که حالا ضابطش رو میبینید روی ناحیه محدود بین دو دایره، یکی به شعاع A که کوچکتره و یکی به شعاع B که بزرگتره، بررسی کنید. خب ناحیه انتگرال گیریمون، ناحیه‌ای که قضیه گرین رو قرار روش اجرا بکنیم، به این شکل. چند تا نکته. شما توی حالت ساده، نواحی همبند ساده، اگه میخواستین از قضیه گرین استفاده کنین باید این منحنیسی یه جهت داشته باشه. جهت مثبتش طوری بود که اگه شما فرض میکردید دارید روی مرز حرکت میکنید، شانه سمت چپ شما باید به سمت داخل باشه. الان چون ناحیه دی که مد نظر سوال هست فضای بین دو دایره است و شما روی مرز بیرونی اگه حرکت بکنید، جهت مثبت میشه پاد ساعت کرد، اما اگه روی بخش داخلی مرز حرکت بکنید، برای که شانه سمت چپتون به سمت داخل باشه باید ساعت کرد حرکت کنید. این اولین تفاوت بین استفاده از قضیه گرین در نواحی ساده با نواحی حفره داره. اگه به جای یه حفره چند تا حفره هم داشته باشه، تمام داخلی ها ساعتگرد جهت میخورن و اون مرز بیرونی که از همه بزرگتره و شامل همه میشه، اون پاد ساعتگرد جهت میخوره. نکته دوم این که مرز توی نواحی ساده یه دونه انتگرال داشت، اینجا الان دو تا انتگرال میخواد، یعنی دو بخش C اجتماع C1 و C2 و باید دو تا انتگرال براش گرفته بشه. ما اسم داخلیه رو میذاریم C1، اسم بیرونیه رو میذاریم C2. خب اول میایم سمت انتگرال خط رو محاسبه میکنیم. C1 رو پارامتریش بکنیم. C1 برابر هست با، چون دایره است، X میشه A کوسینوس T، Y میشه A سینوس T و اجازه میدیم T بین 0 تا 2P تغییر کنه تا یک دور کامل بزنیم. یه نکته دیگه ببینید، C1 ما در جهت ساعتگرد جهت خورده، اما اگه تیر شما 0 بدید X میشه A، Y میشه 0، یعنی شما تو این نقطه قرار دارید. بذارید روشنش کنم اینجا با آبی. اما اگه تی بشه 2P، بشه P دوم، مثلا 1/4 دایره رو بخواد طی بکنه، اون وقت X شما میشه 0، Y شما میشه A، یعنی میرسید به این نقطه. پس در واقع با افزایش T شما دارید در این جهت حرکت میکنید که این خلاف جهتی که مطلوب ما هست. به همین خاطر ما میگیم این C1 که در واقع ما جهت گذاری کردیم، این C1 مطلوب ما نیست، این منفی C1. با این منفی C1 میتونی انتگرال تو حل بکنی، بعد جواب نهایی رو در یک منفی ضرب بکنی. خب ادامه بدیم. dx برابر چی میشه؟ dx میشه منفی a سینوس t. dy چی میشه؟ میشه a کوسینوس t دی تی. بالایی هم باید یه دی تی بذاریم چون دیفرانسیل گرفتیم. خب این در واقع مسیر ما. بعد شما یه m x و y دارید که باید داخلش به جای x و y معادله مسیر یعنی a کوسینوس تی و a سینوس تی قرار بدید. m بود x منهای y که به جای xش a کوسینوس تی میذاریم و به جای yش a سینوس تی میذاریم. یه n داریم که x2 به علاوه y2 هست، میشه a2 کوسینوس به توان 2 t به علاوه a2 سینوس به توان 2 t که اگر از a2 فاکتور بگیریم، چون سینوس 2 کوسینوس 2 میشه 1، n مون میشه چی؟ a به توان 2.
اینجا هم از یه آ فاکتور بگیریم میشه آ در کوسینوس تی منهای سینوس تی. خب همه چیز آماده است برای محاسبه انتگرال سی. ببینید انتگرال روی سی برابر اجتماع C1 با C2 هست، درسته؟ پس من خواهم داشت انتگرال روی C1 به علاوه انتگرال روی C2. داخل این انتگرال هم من برای اینکه خیلی نوشتارم زیاد نشه همشون MDX منهای NDY هست. پس الان تا اینجای کار ما قرار هست انتگرال C1 رو حساب بکنیم. گفتیم جوابش رو در یه منفی ضرب میکنیم. انتگرال C1 M dx به علاوه N dy. خب Mمون چی شد؟ حساب کردیم. انتگرال از 0 تا 2 پیه. Mمون شد آ در کوسینوس تی منهای سینوس تی. دی ایکسمون شد بالا اگه نگاه کنید منفی آ سینوس تی دی تی منفی آ سینوس تی. دی تی شو نگه دارید، فاکتور میگیریم آخر میذاریم، به علاوه n که شد آ به توان 2 و دی وای شد آ کوسینوس تی. این هم یه دی تی داره، با اون دی تی که گفتم نگه دارید همه رو بیرون یه پرانتز کلی قرار میدیم. اگه دقت بکنید اینجا یه آ فاکتور گرفته شده داریم، اینجا یه آ میشه آ2. این آ2 اینم اگه بردارم بذارم بیرون در کل خواهم داشت آ به توان 2 انتگرال از 0 تا 2 پیه یه دونه کوسینوس تی در منفی سینوس تی دارم. این جمله در این ضرب بشه. آشم که قبلا فاکتور گرفتم. بعد یه دونه به علاوه سینوس به توان 2 تی دارم. یکی هم اون آخر آ کوسینوس تی دارم که از همه اینا باید نسبت به تی انتگرال گرفته بشه. آ2 رو که داریم اون هیچ. جواب هامون به چه شکل در میاد؟ ببینید اگه من اینو بگیرم یو، اینو بگیرم با دی تی بشه دی یو، اون وقت انتگرالش میشه یو دو دوم. پس آ2 در این آ2 هم که اینجا نوشتم فعلا بردارم. اولی شد کوسینوس تی به توان 2 تقسیم بر 2. دومی سینوس 2 تی باید توان شکن بزنم، میشه 1/2 منهای کوسینوس 2 تی تقسیم بر 2. ببینید فرمول توان شکن این بود، 1 منهای کوسینوس 2 تی تقسیم بر 2. من کردمش 2 تا کسر جدا که اینجا میبینید و میخوام یکی یکی ازشون انتگرال بگیرم. 1/2 انتگرالش میشه 1/2 تی به علاوه 1/2 تی منهای 1/2 کوسینوس 2 تی رو بردارید. کوسینوس 2 تی انتگرالش میشه 1/2 سینوس 2 تی، خودش هم یه دونه 1/2 داره، میشه 1/4 سینوس 2 تی. اینم از این. بعد جمله آخرم که آ کوسینوس تیه میشه آ سینوس تی به علاوه آ سینوس تی. همه اینا از 0 تا 2 پی میخواد ازش داخل کراناش داخل متغیراش جایگذاری بشه. خب ببینید کوسینوس 2 تی، کوسینوس به توان 2 تی، سینوس 2 تی و سینوس تی کران بالا که قرار میگیره مقدارش هر چقدر شد منهای کران پایین که قرار میگیره همونه دیگه. سینوس و کوسینوس توی 2 پی مقدارشون با 0 برابره. بنابراین این جملات کران بالا منهای کران پایینشون میشه 0. شما فقط این 1/2 تی رو نگاه بکنید که اینم به جای تی 2 پی قرار بگیره میشه پی، کران پایینم که 0 میشه. پس در نهایت میشه پی و اون آدویی که اون پشت داریم
میشه پی آ به توان 2. این انتگرال روی C1 بود، ما گفتیم باید در یه منفی هم ضربش کنیم. خب پس این دایره داخلی جواب ما در نهایت این بخش اولمون شد C1 با جهت درستش شد منفی پی آ به توان 2. بعد ببینید برای بیرونی دیگه جهتش درسته دیگه، یعنی با همین شکل پارامتری که اینجا داریم، فقط این آ رو پاک کنید به جاش بی بذارید دیگه، اون منفی هم لازم نیست ضرب بکنید چون جهتش درسته. همین محاسبات رو بنویسید میشه پی بی به توان 2. پس من اینجا که این دوتا انتگرال رو نوشتم می‌نویسم به علاوه پی در بی به توان 2. اگه از پی ها فاکتور بگیریم و جا به جا بنویسیم میشه پی در بی به توان 2 منهای آ به توان 2. این شد جواب سمت چپ قضیه گیرین که انتگرال خط بود و دیدید 2 تیکه بود دیگه. خب بریم سراغ سمت راست. سمت راست انتگرالمون چی بود؟ بود انتگرال دوگانه. اون طرف mdx به علاوه ndy بود، اینجا روند m روند n به روند x منهای روند m به روند y هست. دی آ روی ناحیه دی. روند n به روند x چی میشه؟ n چی بود؟ n بود x2 به علاوه y2 مشتقش میشه 2x. پس من دارم انتگرال دوگانه روی ناحیه دی 2x منهای m چی بود؟ اینو پاک کنم. m چی بود؟ m بود x منهای y مشتقش نسبت به y میشه منفی 1. پس دارم منهای 1 میشه به اضافه 1 دی آ روی ناحیه دی. اینا رو پاک میکنم مساویه. چون ناحیه انتگرال گیری ما بین دوتا دایره قرار داره بهتر از مختصات قطبی استفاده کنیم. آرمون محدوده تغییراتش از آ تا بیه، زاویه‌مون هم که باید یک دور کامل بچرخه. پس بریم سراغ این انتگرال تو مختصات قطبی. خب جواب چی میشه؟ جواب میشه انتگرال دوگانه. آرمون قرار شد از آ تا بی بره، تتامون از 0 تا 2 پی بره. به جای 2x به جای xش میذارم r کوسینوس تتا، یکش هم که بنده خدا خودشه و به جای dx هم دارم r دی تتا. من اینجا با اجازهتون اون r هم میارم ضرب میکنم، این میشه r2، این یکی میشه r به توان 1 دی r دی تتا که یه دفعه دیگه نوشته هم طولانی نشه. خب نسبت به r انتگرال میگیرم. 2 کوسینوس تتا رو بذار کنار، r2 میشه r3 سوم. پس انتگرال داخلیمون از 0 تا 2 پی میشه 2 سوم r به توان 3 در کوسینوس تتا به علاوه اون r هم میشه r2 دوم از آ تا بی. این جوابش که به دست اومد نسبت به تتا ازش انتگرال میگیرم. خب یک بار بی قرار بدیم. انتگرال از 0 تا 2 پیه. بی قرار بدید 2 سوم بی به توان 3 کوسینوس تتا به علاوه بی به توان 2 دوم این کران بالا منهای کران پایین آ قرار بدید 2 سوم آ به توان 3 کوسینوس تتا به علاوه آ به توان 2 دوم. کل این مجموعه بعد از اینکه ساده شد نسبت به تتا باید ازش چیکار کنم؟ انتگرال بگیرم از 0 تا پی 2. خب اینجا رو خوب دقت کن، خیلی ساده است انتگرالش. من عدد ثابت یه بی دو دوم دارم یه آ دو دوم دارم. خب این یه عدد مثل سیه. انتگرال سی نسبت به دی تتا میشه سی تتا. پس اینجا قسمت اول انتگرالم رو می‌نویسم مساویه
B2 دوم به علاوه A2 دوم در تتا به علاوه این دوتا جمله، یکیش این یکیش این، از کوسینوس تتاشون که انتگرال بگیری هر دوتا میشن سینوس تتا. درسته؟ یه 2/3 دارن، 2/3 یه سینوس تتا مشترک دارن، فاکتور میگیرن در B3 منهای A3، B به توان 3 منهای A به توان 3. همه این عبارت از چند تا چند باید جایگذاری بشه؟ از 0 تا 2p. خب ببینیم چی جواب به دست میاد. شما 2p بدی این سینوس 0، 0 هم بدی باز 0. پس این جمله دوم شما در حالت کلی 0. جمله اول 2p بدی اون 2 در اینا ضرب میشه. جواب، ببخشید من اینجا فقط یه لحظه نگاه کن، این منفی این وسط. چرا؟ اینجا چون ما اینجا یه منفی داریم، این منفی که اینجا هست در A به توان 2 ضرب میشه منفی A2 دوم. پس این منفی بوده. خب ادامه بدیم. تتا به جاش 2p بشینه، 2 با 2 اینا ساده بشه، جواب اون میشه p در B2 منهای A2. کران پایینم که قرار بدید جواب چی میشه؟ 0 میشه. خب نگاه کنیم، سمت راست انتگرال دوگانه در قضیه گیرین شد p در B2 منهای A2. سمت چپ انتگرال خط هم شد p در B2 منهای A2. و میبینید که به چه شکل از قضیه گیرین در نواحی حفره‌دار استفاده میشه. نکته اصلیش بچه‌ها توی این بحث جهت‌دهی خط‌ها، مرزها و اینکه یکیش مثبت میشه یکی رو در منفی باید ضرب کنیم و چجوری این کار رو انجام میدیم، دیگه جزئیاتش رو تو این مثال فکر میکنم خوب یاد گرفته باشید. موفق باشید، بهتون خوش بگذره، خدا نگهدار.